با نام خدای یکتا سلام. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. و هموطنان عزیزم که در داخل تایستان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان اگر تازه به کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شوید و تکمه زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. برنامه امروزه ما برنامه افطاری می باشد. ما میخوایم به خاطر بگه به خاطر افطار این شام خرید کنیم و ببینیم چه چیزا پیدا کردن میتونیم و شما ما را همراه باشید و یک جای میریم طرف بازار و دکانهای شهر. دوستان ما آمدیم امروز برای خرید کردن برای افطاری. یعنی یار مارکت تشکیل کردن در پیش دکاناشو مردم چیزای مغربی میفروشند. مثلا چی میگن جلبی و اونجا حلوا های، مثلا اینجا پخلوا های، همه چیز سمبوسه های چی خلاصیگه میفروشند. دانهش یک یورو، یک یورو 20 سنت، یک نیم یورو دانهش میفروشند. اینو نگاه کنید. این طرف هم مردمی هر جدا مردم چی کردگن تشکیل کردگن. سمبوسه هستای، کورژیک هستای، نونای عربی هستای. اون طرف و داخل تشکیل کردگن میوگی و همه چیزا. دیگه امروز ما نوار گفتیم بریم تماشا کردن برای که شما ببینید اینجا اوقات های مردم آمده به خاطر مغربی. اینجا با حساب سامبوسه و سیمو عربی میفروشن. اینجا سوپ، اینجا اینا پیراشکی های، اینجا چیزایی ça quel pays madame? Ça cuisiner quel pays? مراکشی. مراکای عرب به دست چه میفروشن؟ مغربی. D'accord. Par exemple madame, ça combien? C'est 2,50 €. 2 یورو 50 سنت بده دانه‌اش نمی چیزا. اینجا هم چی هست؟ خلاصی گپ کی ساندویچ عربی. این طرف بریم با این چیزا رو ببینیم. خیلی چیزای سامبوسا. اینجا سامبوسا های تونسی بود است. Combien de papes? 1 euro. 1 euro. 1 euro, 1 euro, 1 euro. Celle-là, 3 euros. Salade 3 euro. 2 euros. 2 euro طرف. Ça dernière 1 euro 50. 1 euro و 50 سنت آخر دیگهش. یعنی merci beaucoup madame. Merci. اینجا این طرف چیزای حلواهای بگم مردمی تونسی است. چیزا دانش یک نیم یورو، 1 یورو 20 سنت خیلی جلبی و این خیلی دیگه با کلچه خندای با مزه و دیگه فقط به خاطر افطاری کردن. الحمدلله. Par exemple monsieur, ça paie combien? Ça paie combien? Ça, 1 euro 20. 1 یورو 20 سنت یک نان. C'est mieux là. نگاه این طرف میریم و اونو طرف هم بازار میوه. ما راستیگه بازار چی برای چی اومدیم؟ لیمون خرید برای لیمون، اما لیمون تا نیافته ایستیم چند جا رفتیم. این طرفش بریم شاید باشه. با ما باشه دوستان. بازم نوارهای افطاری داریم ان شاء الله. برادر با این یک کوچه دیگه اومدیم. اینجا هم گفتی که پاکی همه چیزا میفروشن و جالبی در چیز که ما امروز هوای گفتی که کباب مکرده است. کبابای جای خیلی هم کبابای فرانسه. Ça, nous on fait comme le Maroc. ماروک. Ça, c'est Oui. portugais. Voilà. ماشینش پرتغالی بده، مثلا پخت و پزش و گپ خبرش ماروکایی. D'accord. Merci beaucoup Ça monsieur. fait plaisir. Allez, c'est bon, gardez-le ça. D'accord. ما فرمایش دادیم بعدتر میایم میگیریم چون
دوستان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره یک روز رمضانی در فرانسه. فکر و ملاحظه، درخواست، پیشنهاد و در آینده کدام جایها را دیدن می‌خواهید از فرانسه یا اروپا، حتما زیر ویدیو با ما بنویسید و به دوستانتان بفرستید. اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشد دوستان عزیز، کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شوید و تکمه زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. شما را دیگه وقتتان نمیگیرم و شما را به خدای پاک میسپارم تا برنامه‌های آینده. خدایا را مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.